این شخصی که در نوار میبینید قماربازی تکبر و دروغگوی خودخواه میباشد. شب و روز جوانان تاجیک را به کاری حرام جلب میکند، یعنی به قماربازی. این طایفه مردم برادران خاص شیطان در روی زمین میباشند. خطابم به این قمارباز نامحترم این است که خداوند متعال قمار را در آیه 90 سوره مائده پلید و عمل شیطان گفته است و گناه قمار برابر با گناه بت پرستی و شراب نوشی می باشد. پس خداوند ما و شما را امر کرده است تا از این حرام کرده الله پرهیز و دوری جوییم. باز الله سبحانه و تعالی در آیه 188 سوره بقره می فرماید و مالهایتان را بین همدیگر به ناحق مخورید، اما تو و امثالت شب و روز در شبکه‌های اجتماعی به فریب کردن جوانان مشغول هستین و مال و پول مردم را به ناحق از خود میکنین. شما قماربازان طایفه‌ای هستین که یک ذره هم از الله نمیترسین. روز می شود در نزد خداوند به این همه فساد کردهتان جواب خواهید داد و این همه حرامخوری هایتان از سرتان میماند. شما ناموس مردی ندارین، با راه فریب و نیرنگ پول به دست می آورین و زن و فرزندان خود را از مال حرام خورانیده می پوشانین. آیا این است مردانگی شما؟ شرمتان باد. شخصانی که بلیط قمار می خرند به الله قسم شما کسایی هستند که نان دهان پدر و مادر و زن و فرزندان خود را به این قماربازان حرامخور با دو دستی ادب میتین. شما هم قمارباز و حرامخور هستین و در گناه با این قماربازان حرامخور شریک هستین. بسیاری شما را فند و فریب میکنند. باز در قیامت نزد الله سبحانه و تعالی جواب خواهید داد. از الله بترسید و از این کار حرام دست بکشید.